درود به همه شما رفیقای عزیز، خوش اومدید به اولین قسمت تکنیک مخفی. نمیخوام محتوا رو زردش کنم، ولی یه سری تکنیک و ترفندایی هست که 90% 50% شما نمیدونید، ازش خبر ندارید. طبیعی هم هست. این تکنیک ها چی کار میکنه؟ اصلا به قول اسمانی چی هست؟ اولش اینه که راحت تر میتونید از موبایل استفاده کنید. دومیش سواد اطلاعاتتون رو بالا میبره. سومیش دیگه لازم نیست به متخصص موبایل مراجعه کنید. اگر این چنل رو کاملا دنبال کنید، 0 تا 100 موبایل رو یاد میگیرید و خودتون 90% تعمیر موبایل انجام بدید. زیاد معطلتون نکنم، لایک و ساب چنل خودتون فراموش نشه و بریم سراغ ادامه ویدیو. خب اسکرین رکوردر رو روشن میکنیم، وارد تنظیمات گوشی میشیم. در قسمت آخر about phone یا همون درباره تلفن رو کلیک میکنیم. اینجا یه سری گزینه‌ها به ما میده که ما با اطلاعات نرم افزار یا همون سافت‌وار اینفورمیشن کار داریم. در اینجا یه سری اطلاعات در مورد موبایل بهمون میده، یه سری اطلاعات نرم افزاری که ما با شماره ساخت یا همون بیلد نامبر کار داریم. در اینجا شما 7 بار روی بیلد نامبر کلیک میکنید. من اینجا چون قبلا کلیک کردم نوشته که حالت برنامه‌نویس برای شما فعال شده. از داخل about phone میایم بیرون. گزینه آخر که نوشته developer option، اگر انگلیسی هستین developer option، اگر نه همون حالت برنامه‌نویس یا توسعه یافته، واردش میشیم. اینجا سعی کنید به هیچ دست نزنید، اصلا کاری به هیچی نداشته باشه، فقط این گزینه که میگم رو انجام بدید. به پایین اسکرول میکنیم و در گزینه background process limit واردش که بشید، اینجا یه چند تا گزینه به ما میده که ما با گزینه حداکثر 2 پردازش کار داریم. احتمالا شما روی این گزینه هستید و وقتی که داخل این گزینه بشید بر روی حداکثر 2 پردازش کلیک کنید مثل من. این چیکار میکنه؟ یه سری پردازش داخل بک‌گراند گوشیتون یا اون پس زمینه گوشیتون هست که 2 تا پردازش میتونه انجام بده که این میتونه کمک میکنه به مصرف باتریتون و افزایش سرعت سیستمتون. همین، چیز خاصی نبود. امیدوارم که زندگیتون پر از آرامش باشه. مخلص.